زمین در تاریخ خود حداقل 5 عصر یخبندان بزرگ رو پشت سر گذاشته و بهتره از همکنون سازگاری رو شروع کنیم. زیرا عصر یخبندان دیگری در شرف آغازه. بالفرض چگونه یک عصر یخبندان جدید زمین رو آنطور که ما میشناسیم تغییر میده. برای زنده ماندن در یک سیاره یخزده چه کاری میتونیم انجام بدیم و چگونه عصر یخبندان دیگری رو به تعویق میندازیم. در طول تمام عصرهای یخبندان در تاریخ زمین، دمای کره زمین در سرتاسر سیاره به زیر صفر رسیده بوده و این فقط چند سفر یخی به دور خورشید نبوده. زمین میتونه صدها میلیون سال طول بکشه تا ذوب بشه. جدیدترین عصر یخبندان در حدود 2.5 میلیون سال پیش دوره کوارتناری خود را آغاز کرده و از نظر فنی ما هنوز در اون هستیم. عصر یخبندان قدرت تغییر اساسی سیاره ما رو داره. آنها مناظر رو تغییر شکل میدن. دریاچه ها و رودخانه های جدیدی رو ایجاد میکنن. گیاهان و حیوانات به زندگی میچسبند یا در حال سازگاری هستند یا با انقراض روبرو میشن. بنابراین اگر عصر یخبندان جدید امروز آغاز بشه، چه زود تمدن ما در هرج و مرج سرد فرو میپاشه. ششمین عصر یخبندان بزرگ ما چند هزار سال در حال ساخت بوده و با انحراف زمین روی محورش شروع میشه که چرخه تغییراتش رو طی میکنه. یک انحراف ناپایدار به علاوه کمی تکان در مدار ما به دور خورشیده و تابش خورشیدی کمتر و کمتری به سیاره میرسه. شما اولین اثرات این رو در نیمکره شمالی خواهید دید. هر سال یک بار دمای هوای تابستان شروع به کاهش میکنه و در نهایت اونها نمیتونن از نقطه صفر بالاتر برن. آن زمان بود که بارش برف شروع به جمع شدن میکنه و با گذشت زمان اون برف به ورقه های یخی فشرده تبدیل میشه. این یخچال ها در مناطقی مانند شمالی ترین مناطق کانادا و اسکاندیناوی و روسیه شروع میشه و از همونجا پخش میشه. یخ بیشتر در خشکی تشکیل میشه. این به این دلیله که آب اطراف یخ مانعی رو ایجاد میکنه که از انبساط آسون اون جلوگیری میکنه. امروزه حدود 10% از سطح زمین رو یخ پوشونده. همانطور که عصر یخبندان جدید ما پیشرفت میکنه، میتونیم ببینیم که تا حدود 25% افزایش یافته. یخ اوراسیا رو از جزایر بریتانیا تا سیبری میپوشونه. صفحات یخی هیمالیا در آسیا گسترش پیدا میکنه و در حالی که نیمکره جنوبی اونقدر یخ نمیکنه. یک صفحه یخی از نوک جنوبی پاتاگونیا به سمت کوههای آند حرکت میکنه، اما یخ تنها تغییر نخواهد بود. سطح دریا میتونه حدود 120 متر 394 فوت پایینتر از اونچه که اکنون هست کاهش پیدا کنه. این میتونه دریای مدیترانه رو به اقیانوس اطلس نزدیکتر کنه. بدون هیچ جای دیگری برای رفتن، بارندگی و ذوب یخبندان آب رو در مناطقی که یخزده نیستند تغذیه میکنه. برخی از رودخانه ها نیز رواناب‌های معمول خود رو تغییر میدن و دریاچه های جدیدی رو تشکیل میدن. با همه این تغییرات در سطح دریاها در سراسر جهان پل‌های زمینی دوباره ظاهر میشن. روسیه اکنون به آلاسکا و جزایر اندونزی به سرزمین اصلی آسیای جنوب شرقی متصل خواهد شد. مرزها تغییر می کنند و بسیاری از کشورها را به هم نزدیک می کنه یا منجر به شکل گیری کشورهای جدیدی میشه و سرزمین جدیدی رو
برای مهاجرت شما باز میکنه و شما نیاز دارید مناطقی که شما و صدها میلیون نفر دیگه اونها رو خونه مینامیدند اکنون اساساً غیر قابل سکونت هستند. زنده ماندن در سرما به معنای دور شدن از یخ‌ترین بخش‌های آمریکای شمالی و اوراسیا است، اما بقیه جهان نیز چندان استقبالی نمی‌کنند. بیابان‌ها و تندراها گسترش پیدا می‌کنه. بنابراین جنگل‌های استوایی باقی مانده در نزدیکی خط استوا پناهگاهی برای بسیاری از حیات گیاهی جانوری سیاره خواهند بود. اما ما چطور؟ در عصر یخبندان اخیر ما در واقع به عنوان گونه رشد کردیم. پل‌های زمینی به ما اجازه میدن در سراسر جهان پراکنده بشیم. آب و هوا ما رو مجبور میکنه با ابزار و لباسهای جدید سازگار بشیم و با گرم شدن دوباره زمین کشاورزی رو شروع کنیم. این احتمال وجود داره که ما با عصر یخبندان جدید به خوبی پیش نریم. نه فوراً، ولی حداقل تمام زمین‌های کشاورزی ما از بین میرن. بنابراین ازدحام بیش از حد شدید در مناطق مهمانپذیر هرج و مرج و ناآرامی رو ایجاد میکنه. شما باید برای رقابت شدید برای نیازهای اولیه زندگی خود آماده باشید. اما من یک خبر خوب برای کاهش نگرانی شما در مورد این سناریوی سرد روز قیامت دارم. خب، یه جورایی بر اساس علم و آب و هوای فعلی میزان دیوکسید کربن موجود در جو ما ممکنه عصر یخبندان احتمالی بعدی رو حدود 500,000 سال به تعویق انداخته باشیم. و اگر به پمپاژ گازهای گلخانه‌ای ادامه بدیم، این امکان وجود داره که نه تنها اون رو به تعویق انداخته باشیم، بلکه اون رو غیر ممکن کرده باشیم. این فقط به این معنیه که همه ما بیش از حد گرم خواهیم شد که حدس میزنم بهتر از یخ زدن باشه. بنابراین ممکنه نیازی نباشه که یخهای زمین در لیست نگرانی شما قرار بگیره، اما شاید تمام یخهای جهان ذوب بشن.